ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 119. яъқуби لیث کی تدریجاً خطری نبردهای طولانی خارجیان را احساس می کرد، سیاستی سازشکارانه را پیش گرفته به نزد سرهنگی با نفوذ خارجیان اظهر ابن یحیی سفیر فرستاد و او را برای متحد شدن با لشکرش دعوت نمود. مطابق معلومات تاریخ سیستان، اظهر ابن یحیی دعوت یعقوب لیث را پذیرفته سال 862 با 1000 تن پیروانش به حضور او آمد و به هیئت سپاه یعقوب همراه شد و یعقوب مهتران ایشان را خلعت داد و نیکویی گفت که از شما هر کی سرهنگ است امیر کنم و هر کی یک سواره است سرهنگ کنم و هر کی پیاده است شما را سوار کنم و هر چی پس از آن هنر بینم جاه و قدر افزایم. در عهد امارت یعقوب لیث و صف لشکری او در برابری عیاران و جوانمردانی سیستانی باز هزارها هنگام جویانی مذهب‌های دیگر به خصوص خارجیان و علویان، همچنین جوانانی سلحشوری شهری، کاسبان و هنرمندان، درویشان و قلندران، فقیران و بینوایان راه می یافتند که آنها را به دسته‌های عیاران وارد نموده مطابق نظامی رایج شده سرهنگان و نقیبان و سرلشکرانی کار آزموده سروری می کردند. هدف نهایی قیام‌های آشکارای این دسته‌های سلحشور و جنگ آزموده برانداختن حکمرانی عرب‌ها از قلمرو خراسان و منطقه ایران زمین بود که غالباً زیر لوای اسلام و شعارهای دینی به خاطر دفاع از حق و پشتیبانی عدالت صورت گرفته عملاً قیام ابو مسلم خراسانی را به طرز شدیدتر و قاتلتر تکرار می کرد. آنهایی که به صف لشکری یعقوب می پیوستند طبیعتاً از دیگر کارها آزاد شده قول و عهد می بستند در قطار عیاران و جوانمردان کمرش را بسته شلواری مخصوصی می پوشانیدند و در برابری عهد فتوت پرهیز از دروغ و خیانت و ادای رسوم سخا، صفا و وفا را به ذمه‌شان می گذاشتند. به اندیشه اکادمیک بابا جان غفورف اولها در اختیار سفاریان همگی 2-3 هزار سرباز بود، اما در سالهای 874-875 یعقوب در یک محاربه 15,000 عسکری سواره را به کارزار درآورد. قشون سفاری ماشین‌های حربی و فیل‌های جنگی داشت. در وقت هجوم به گذاشتن دسته پیشاهنگ محافظ و تجسس اهمیت کلان داده می شد. سربازها در هر 3 ماه معاش می گرفتند. هر وقت در ایام نوروز تفتیش قشون به عمل می آمد. از سرباز تا سردار قشون به عملداری مخصوص اسب و سلاح خود را نمایش می داد و سپس پول می گرفت. بنابراین یعقوب لیث به صف سپاهیان خود جوانمردانی سلحشوری طریقت‌های خارجی و علوی را نیز پذیرفته برایشان معاش دائمی مقرر می کرد و احترام و قدرشناسی رزماوران و فاتحان جبهه نبرد را به جا می آورد.
از این خاطر 1000 تن خارجیانی یک سواری از هر نیز به لشکر یعقوب لیث پیوسته به مقابل صالح ابن نصر و پادشاه کابل رتبیل فداکارانه می جنگیدند. چنان گفتیم پیشوای سابقه متویان صالح ابن نصر به نزد پادشاه کابل پناه برده او را به جنگ یک جایه ضد یعقوب لیث تشویق می نمود. هنگام محاربه شدیدی که سال 862 در نزدیکی مضافات رخت نزدیکی قندهار روی داد، در آغاز نبرد احوال سپاهیان یعقوب لیث تنگ شده آنها به سبب ناموافقی موقعشان تلفات زیاد دادند. یعقوب لیث در حال از میان اهل سپاه 50 تن سواری یک کچین و دلیر را انتخاب نموده برقوار خود را به قلب لشکری رتبیل زد و پادشاه کابل را در غفلت گذاشته نابود کرد. در این محاربه یعقوب لیث قریب 30,000 تن سپاه دشمن را نابود کرد و سرانجام سپاهیانی باقی مانده و بی سروری رتبیل تسلیم شدند. صالح ابن نصر همراهانش را ترک کرده با چند تن از مقربانش از میدان نبرد فرار نمود. یعقوب لیث سرهنگی را با نام شاهین ابن روشن به تعقیب او فرستاد. این دسته فداییان در نزدیکی پول والیستان صالح را دستگیر نمودند و او را به حضور یعقوب لیث آوردند. با امر یعقوب پیشوای نخستین متویان صالح ابن نصر در سیستان زندانی گشت و در همان جا بعدی چند سال جان داد. یعقوب لیث بعدی برکنار ساختن رقیبانش شاه کابل و صالح ابن نصر سروری گردنکش خارجیان عمار خارجی را دستگیر کرده به دار آویخت و به سمت شمال حرکت کرده سال 867 مضافات پوشنگ و هرات را از والی طاهریان حسین ابن عبدالله ابن طاهر ربود و خود او را اسیر گرفت. یکی از مهمترین مرکزهای تشکل ملت تاجیک و قدیمترین مرکزهای اداری و دولتداری این ملت کهن بنیاد شهری هرات برای خاندان طاهریان اهمیت خاصی را مالک بود که در اختیار آنها ماندن و یا از دست رفتنش برای بود و باش من بعده این دولت تا اندازه حکم تقدیر ساز داشت. مؤلف تاریخ سیستان می نویسد که یعقوب قصد هری کرد روز شنبه 11 روز گذشته از شعبان به سال 253 مطابق 16 آگوست سال 867 و یعقوب آنجا فرود آمد و دیرگاه حرب کردند. آخر حصار بیستد. فتح هرات میان دولتداری طاهریان را شکست. این پیروزی یعقوب را چنان شیردیر گردانید که در حال عزم اشغال زادگاه آل طاهر شهری پوشنگ کرد تا هرچه زودتر کار آنان را در وطن اصلیشان به انجام رساند و یا اقلاً امیدشان را از حکمرانی من بعد برکند. والی خشم زده خراسان محمد ابن طاهر سرلشکری نبرد آزمودش ابراهیم ابن الیاس ابن اسد را با سپاه افزون به مقابل یعقوب لیث فرستاد. در محاربه شدیدی کنار پوشنگ که در سال 867 جریان گرفت سپهسالار طاهریان شکست خورده به سمت نیشاپور فرار نمود. این بود که به قول میرخان در روضة الصفا یعقوب پوشنگ را که دارالسلطنت طاهریه بود نیز بگرفت و به قول محمد ابن طاهر گریخته به نیشاپور رفت.
چون محمد ابن طاهر قضیه محاربه را از ابراهیم ابن الیاس پرسید، و نگارش تاریخی سیستان او چنین پاسخ داد: با این مرد به حرب هیچ نیاید که سپاه هولناک دارد و از کشتن هیچ باک نمی دارند و بی تکلف و بی نگریش همه حرب کنند و بدون شمشیر زدن هیچ کاری ندارند، گویی که از مادر حرب را زادند و خوارج با او همه یکی شده اند و به فرمان اویند. ثواب آن است که او را استمالت کرده آید تا شر او و آن خوارج بدو دفع باشد و مردی جید است و شاه فنون و غازی طبع. محمد ابن طاهر از جسارت و بیباکی و قدرت روزافزون یعقوب لیث هراسیده ناچار فرمان حاکمی سیستان، کابل، کرمان و فارس را با خلعت مناسب به حضور یعقوب لیث فرستاد و با همین را خواست که مناسبت سازشکارانه را پیش گیرد. یعقوب لیث نیز از گرفتن منشور امارت قناعتمند شده مدتی به سیستان بازگشت و نامه به قاضی زرنج عثمان ابن عفان فرستاده سپارش داد که نام او را در خطبه‌ها ذکر نمایند. یعقوب لیث سال 868-869 بعد فتح کابل به سوی بامیان حرکت کرده زابلستان و بامیان را ضبط کرد و چندین معبدهای بودایی را خراب نمود. سپس او به سوی بلخ رو آورده قلعه بلخ را محاصره کرد و خاندان محلی داوودیان را که حکمرانی بلخ را به عهده داشتند برکنار ساخت و عزم کرمان نمود. مطابق معلومات تاریخ طبری، خلیفه معتمد از سستی نیروی محمد ابن طاهر ناچار مانده تقریبا زمستان سال 868 یکی از سرلشکران جنگ آزموده‌اش طوق ابن مغلس را با سپاه زیاد به مدد طلبگار مسند حاکمی کرمان علی ابن حسین ابن قریش فرستاد که با لشکری متحده پیشتازی های یعقوب لیث را به سوی مرکز خلافت باز دارند. ناگفته نماند علی ابن حسین ابن قریش به خلیفه نامه نوشته از ضعیفی خاندان طاهریان شکایت برد و عرض کرد که آنها در فرستادن خراج ولایت فارس کندی می کنند و قدرت کشور عملاً به دست یعقوب لیث گذشته است. خلیفه ولایت داری کرمان را برای او نوشت و هم ولایت داری آنجا را برای یعقوب نوشت. میخواست با این کار هر یک از آنها را بر ضد یکدیگر برانگیزد که هر کی تلف شود زحمتش از سلطان برخیزد و تنها به دیگری پردازد که هر کدامشان دشمن و عصیانگری وی بودند. یعقوب لیث از گستاخی علی ابن حسین برآشفته با سپاهی گران عزم کرمان کرد و در یک منزلی آن اردوگاه زد. طوق ابن مغلس سال 869 با لشکری متحده علی ابن حسین در حصار کرمان شینک گرفت و آماده نبرد گشت. به روایت تاریخ طبری یعقوب لیث از 4 سمت راهی رفت و آب به قلعه کرمان را محاصره کرده از کسانی بیرون آمده احوال لشکر و قضیه کار طوق را می پرسید و کسی را نمی گذاشت که وارد شهر گردد. از میان قریب 2 ماه گذشت و چون این کارشان به درازا کشید یعقوب لیث اردوی لشکرش را غل داشته وانمود که از محاصره ناامید گشته به طرف سیستان حرکت می کند. وقتی که جاسوسان خبری یک منزل سوی سیستان
بازگشتنی یعقوب را رساندند. طوق پنداشت که رقیبش شکست یافته کرمان را به او و علی ابن حسین واگذاشته است. او ابزاری نبرد نهاده با سرلشکران و اهل سپاه به نوشیدن و بزم و طرب پیروزی مشغول شد. یعقوب لیث که از جستجوی اخبار و بازپرسی حال وی لحظه غافل نبود، با شتاب بازگشته به شهر هجوم آورد و آنها را به آسانی شکست داد. در میان غنیمت‌ها یک چند صندوقی بزرگ به دست افتاد که یکیش پر از بند و غول‌ها بود. یعقوب از طوق اسیر گشته پرسید که این بندها و غول‌ها از بهر چیست؟ او پاسخ داد که با درخواستی علی این بند و غول‌ها را برای زدن به دستی تو و سپاه اسیر افتاده‌ات گرفته بودند. یعقوب امر داد که غولی را به دست طوق بزنند و یکی از همراهانش را پیش خواند که موزه را از پایش بکشد. از درون موزه یعقوب پاره‌های نان خشک بیرون ریخت. او رو به طوق آورده گفت که من 2 ماه باز موزه‌ام را از پای نکشیده با نان خشک قناعت می کنم و سر به بستر نمی نهم تا پیروزی میسرم گردد، اما تو با تدبیر شراب نوشی و تنپروری می خواستی با من پیکار کنی و به دستی سپاهیانم غول زنی. همین طریق یعقوب لیث کرمان را ضبط نمود و سال 870 علی ابن حسین را تعقیب کنان به سمت شیراز رفت و او را خود همان سال اسیر گرفت و لشکرش را پره شکست داد. سال 872 در مضافات سبزوار دسته 2000 نفره خارجیان با سروری عبدالرحمن خارجی سر برداشته مال و سرمایه زمینداران کلان، اشرافان و حاکمان دست نشانده طاهری را میره بودند. عبدالرحمن خارجی دعوای تخت خلافت نموده به خود نام خلیفه متوکل را پذیرفته بود و خاندان عباسیان را به بدعت و رعایت نکردن ارکان اسلام گناهکار می شمرد. محمد ابن طاهر در سرکوب ساختن حرکت خارجیان سبزوار عاجز مانده، یعقوب لیث را چون والی قانونی سیستان، فارس و کرمان به پخش نمودن آشوب هدایت نمود. یعقوب لیث انتهای سال 872 به جانب سبزوار لشکر کشیده احوال آشوبگران عبدالرحمن خارجی را به تنگ آورد و او را به تسلیم شدن وادار نمود. یعقوب لیث سازش بستن را با عبدالرحمن خارجی تکلیف کرده او را والی سبزوار تعیین نمود. ولی چندی نگذشته خارجیان تندرو برای این عملی سازشکارانه عبدالرحمن خارجی را قتل نموده ابراهیم ابن ازهر را پیشوای خود انتخاب کردند. یعقوب لیث ابراهیم ابن ازهر را نیز حاکمی سبزوار تعیین نموده و او امر داد که همه آشوبگران خارجی را متحد سازد و به صف لشکری او همراه نماید. او از طریق جوانمردی و عالی همتی وعده کرد که از حساب دیوان خیش به هر فدایی خارجی که به خدمت او می آید معاشی دائمی می دهد. در نتیجه به خدمت یعقوب لیث چندین دسته های آشوبگران خارجی کمر بستند که دیرتر در زمینه آنها جبهه های منظم و متشکل تأسیس داده نیروی نظامی و حربی خود را دوچند افزود. همین طریق
یعقوب لیث بعد فتح بلخ، بامیان، گردیز، کرمان و سبزوار سال 873 به سمت نیشاپور حرکت کرده از مضافات داودآباد در فاصله 3 منزلی نیشاپور به محمد ابن طاهر پیغام فرستاد که همراه مقربانش به سلام او می آید. محمد ابن طاهر که در این مورد قدرت واقعی جنگیدن با یعقوب لیث را نداشت، همراه اهل خاندان و بزرگان نیشاپور به استقبال او برآمد. در این فرصت مناسب یعقوب لیث نمایندگان خاندان طاهریان و بزرگان و اشراف خراسان را پذیرفته مطابق معلومات تاریخ طبری امر داد که محمد ابن طاهر را با اقارب و اعیان که مجموع 150 نفر بودند بند کرده به سیستان فرستانند. هنگامی که یعقوب لیث وارد نیشاپور گشت و به تخت محمد ابن طاهر نشست، بعضی از اهل علما و بزرگان اعتراض کردند که او عهدنامه و منشور امیرالمؤمنین را ندارد. یعقوب لیث به حاجب خود فرمود که همه بزرگان و علما و فقهای نیشاپور را دعوت کند تا که او فردا عهدنامه امیرالمؤمنین را به ایشان عرضه نماید. چون همه بزرگان نیشاپور جمع شدند، یعقوب لیث به رسم شاهان نشسته امر داد که 2000 عیار سراپا سلاح پوشیده و هر کدام سپری و شمشیر سیمین یا زرین بر دست در 2 کنار راه صف آرایند. پس حاجب را گفت: آن عهد امیرالمؤمنین بیار تا بر ایشان برخوانم. حاجب اندر آمد و تیغ یمانی به دست و دستار مصری اندران پیچیده بیاورد و دستار از آن بیرون کرد و تیغ پیش یعقوب نهاد و یعقوب تیغ برگرفت و بجنبانید. آن مردمان بیشتر بیهوش گشتند، گفتند: مگر به جانهای ما قصدی دارد؟ یعقوب گفت: تیغ نه از بهر آن آوردم که به جان کسی قصد دارم، اما شما شکایت کردید که یعقوب عهد امیرالمؤمنین ندارد، خواستم بدانید که دارم. امیرالمؤمنین را به بغداد نه این تیغ نشانده است؟ گفتند: بله. گفت: مرا به این جایگاه نیز همین تیغ نشاند. عهد من و آن امیرالمؤمنین یکی است. به قول بعضی مورخان محمد ابن طاهر در مضافات سیستان چندین سال محبوس مانده، در زندان بزرگ جنب فوتید و جسد او را در گوشه همان زندان دفن کردند. ولی به نگارش مورخان طبری و گردیزی، یعقوب لیث هنگام فتح مضافات‌های اهواز و فارس محمد ابن طاهر را همراه خود برده بود. چون او در نبرد دیرالعقل از جانب سپاه خلیفه شکست خورد، محمد ابن طاهر فرار نموده و دربار خلیفه رفت. کدام از این پندارها به واقعیت نزدیک است مورد بحث قرار نداده، فقط می افزاییم که سال 874 یعقوب لیث حکومت سیستان را به ازهر ابن یحیی سپرده سوی ولایت‌های دیهستان، طبرستان، مازندران، آمول و ری لشکر کشید. او خود همان سال والی عرب محمد ابن واصل را در فارس شکست داد و پایتخت آن شهر استخر را ضبط کرده کلی این ولایت را به قلمرو خود همراه نمود. هنگام فتح شهر استخر و ولایت فارس، مطابق معلومات تاریخی سیستان، یعقوب لیث
آنقدر غنیمتی زیاد گرفت که در دوام 30 روز 500 خچیر و 500 اشتر از قلعه آن از صبح تا شام درهم و دینار، فرش و قالین، متاع و لباس، سلاح‌های زرندود، طلا و تنگه و ظرف‌های گرانبها را می‌بردند. پیشرفت و پیروزی‌های روس‌افزون یعقوب لیث خلیفه بغداد معتمد را 870-899 سخت به هراس افکنده او را وادار نمود که به حیله و تجربه آزموده خلیفه های سابق عباسی رو آورد. او سال 874 چندین مقربانش را زیر سروری قاضی وقت اسماعیل ابن اسحاق با تحفه های مناسب، پرچم دولت و منشور امارت ملک های خراسان، تبریستان، جرجان، ری، فارس و شورطه شهربان بغداد فرستاد تا که پیشروی و هجوم ناگهانی یعقوب لیث را به جانب مرکز خلافت شهر بغداد باز دارد. اما یعقوب لیث مکاری و خیانت پیشگی خلیفه های عباسی، هارون الرشید، مأمون و معتمد را خوب می دانست. به قول ذبیح الله صفا اطاعتی را از بغداد یا صدور فرمانی را از آنجا برای خود لازم نمی شمرد. یعقوب لیث سفیران خلیفه معتمد را در مضافات رام هرمزد پذیرفته خلعت و فرمان خلیفه را قبول کرد و با آنها مهربانی و خوشزبانی ها نمود. او سال 875 محمد ابن واسیل و محمد ابن زیدویه را که با مدد دسته های جنگی کردان فارس به مقاومت برخیسته بودند برکنار ساخته با جمع لشکرش عزم اهواز نمود. یعقوب لیث سر اول فرمانده لشکرش ابو معاذ بلال ابن ازهر را پیشا پیش به سمت اهواز رهسپار نموده از دنبال او حرکت کرد و در جند شاپور مدت باز استاد تا که نیروی متحده گرد آورده سپس به بغداد حمله آورد. در این میان سالهای 876 877 مطابق معلومات تاریخی سیستان به حضور یعقوب لیث سفیران زیادی با تحفه‌های مناسب و نامه‌های صداقت و فرمانبری از ترکستان، هند، سیند، چین، روم و شام و یمن آمده او را با عنوان ملیک الدنیا نام می بردند. چون خبری حرکت یعقوب به سوی بغداد آوازه شد، مردم عوام شهر و فقیران و بینوایان علیه خلیفه معتمد و برادرش موفق قیام برداشته آهنگی پیوستن با نیروهای جنگی یعقوب لیث نمودند. از دهشت هجوم عیاران و با آنها همدست شدن مردم بغداد با سپارش خلیفه معتمد برادرش موفق نامه‌ای نوشته به جند شاپور فرستاد. او یعقوب لیث را به پایتخت دعوت کرده سروری کل خلافت را برایش تسلیم کردن خواست و قید نمود که برای آنها در خطبه های نماز چون حامی دین ذکر کردن نام خلیفه کافی است. شنوندگان گرامی، شما گفتار 119 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.